غلاف خنجر یه قبر کن، اون داغ علی رو تو قبر گذاشت تا اومد خاک بریزه. یه صدایی اومد مهلا مهلا یا ابن الزهرا. خیلی بی‌معرفتی اگر بگیم این همه راه و حضرت رباب، خیلی بی‌معرفتیه بگیم این همه راه و آقا جان حضرت رباب اومده که بگه من بچه‌مو ببینم. نه بابا، یه لحظه هم برا علی از خیمه بیرون نزدم، بالواپس تو بودم و به خاطر تو اومدم. حسین اصلا فدای سرت بچم، آخ بچم، آخ بچم، آخ بچم. میاید مادر رو پاشون بزنن. اصلا فدای سرت بچم، آخ بچم، آخ بچم، آخ بچم. با حنجره شد سپرت بچم، آخ بچم، آخ بچم. دو کلمه است به امام حسین ولی منو بیچاره کرده. آب نداریم ولی از خون پاکش میکنیم. حسین دل نداریم ولی با هم خاکش میکنیم، با هم خاکش میکنیم، با هم خاکش میکنیم، با هم خاکش میکنیم. یهو دست ابی عبدالله رو گرفت. نه خاک نریز، چشماش هنوز بازه حسین. نه خاک نریز، چشماش هنوز باز حسین. نه خاک نریز، میبینی چقدر ناز حسین. آیا ابنها شروع کرد نازه خوندن. بچم، آخ بچم، آخ بچم، آخ بچم، بچم، آخ بچم. این برا شما، این برا زهرای امام حسین. بند دومشم برای شیعیان مظلوم امیرالمومنین هر جای این عالم که هستن، شیعیان لبنان و سوریه، شیعیان نیجریه، شیعیانی که هر جای این عالم اشهد ان علی ولی الله میگم. این یه ساعت بود، یه ساعت بعد شب برات بگم. نشسته بود فکر کرد، نشسته بود فکر میکرد مسیرتی رو که نشد یه ذره تغییر بدم، یه خورده آب خوردم بذار برم به شیر بدم. پا شد میرم ببینم کجاست بچم، آخ بچم، آخ بچم، آخ بچم. انگار روی نیزه هاست بچم. صلی الله علیک یا سیدنا الغریب.